آبروی اهل دل از خاک پای مادر است. هرچه گوید این جماعت از دعای مادر است. آسمان و زندگی روشن شد از نور پدر، گلشنی هستی مصفا از صفای مادر است. قدر و جای را که در اسلام دارا شد اویس، از کمال و محنت و زحمت برای مادر است. گرمی آغوش و مهرش را ندارد آفتاب، مهربانتر دیگر از مادر خدای مادر است. بعداً السلام علیکم پدران و مادران، برادران و کل آن شخصانی که این لحظه صدای مرا میشنوید. خواستم به نهایت قصه زیبایی را بهر شما پیشکش نمایم. قصه دردناک است. باوری دارم با یکی شما پسند می آید. از شما خواهش کرده می شود قصه را تا آخر با دقت گوش بدهید. میگوید مادری بود، زندگی فقیرانه داشت و یک فرزند خردسالی داشت. میگوید فرزندش را با مشکل ها به وایه می رسانید و فرزندش را به مکتب میانه داد تا که تحصیل بکند و بعد از مدت بعد از ختم مکتب میانه فرزندش را به دانشگاه و دیگر جا سپارید تا تحصیل علم بگیرد. فرزند میگه خواند و یک تاجر بزرگی شد. فرزند میگوید از دیگر شهرها میرفت، مال میگرفت و میآورد تجارت میکرد. میگوید در کسب و کارش برار آمد. با دعای مادر از مادر دعا میگرفت و به تجارت میرفت، تجارتش برار میگرفت. میگوید برای مادر هر اول ماه یک مبلغ معینی کرده بود که هر اول ماه برای مادر همون مبلغ معین را میداد. همون روز یکم ماه که میشد مادر می آمد به خانه فرزند و فرزند اون مبلغی وعده شده را میداد برای مادر. میگوید بعد از چند سال میگوید فرزند صاحب زن شد و صاحب فرزندان زیاد شد و مادر میگوید مثل عادت هر وقته اول ماه شد و به خانه فرزند آمد تا مبلغ را از فرزندش بگیرد. میگوید چند مدت انتظار شد، شب را روز کرد، اما فرزند مبلغ را برای مادر هدیه نکرد، تحفه نکرد و همسری کلینش برای شوهرش گفت ای شوهر عزیز، همین پولی که برای مادر میدهیم بیایید برای تحصیل فرزندان خود صرف کنیم. مادر پیر است، چی کار میکند پول را؟ میگه فرزند به خلاصه آمد که فهم پولی که برای مادر میدهیم پول را برای تحصیل فرزندان صرف کنیم. میگوید مادر پرسان شد فرزند عزیزم پول ما را بده من بروم، من از پی زندگی خود شوم. میگوید پسر گفت که مادر جان عزیز ما با کلینت انا مصلحت کردیم و به خلاصه آمدیم که پولی که برای شما هدیه میکنیم همین پول را برای فرزندان برای تحصیل علمشان صرفه بکنیم. میگوید مادر از شنیدن این سخن قلبش ریش شد و با چشمان پر از اشک از خانه بیرون شد و به خانه خود رفت. این پسر میگوید به تجارت رفت. بعد از این شکستن قلب مادر، بعد از اشک ریختن مادر، میگوید و پگاهش به تجارت رفت. در راه میگوید غارتگران تمام پول و مال و اموال و چی دارایی که داشت همه اونها را زده گرفتن و این مرد را میگه چنان لط و کوب کردن که از وای بدنش شکسته شد و دستاش دیگه میگه کار نمی کرد. میگوید این مرد تاجر را به خانهشان آوردن. وقتی که آوازه به تمام شهر فرا شد، میگوید وقتی که مادر این خبر را شنید که فرزندش به چنین حادثه مبتلا شده است، میگوید خیزان و دوان
میگوید دویده آمد به نزد فرزند. چی گفت؟ آمد وقتی که حال فرزند را دید، فرزند زار زار گریه می کرد. می گفت مادر جان، سبب این همه اشک چشمان تو است مادر جان. قلب شما را شکستم. قسم به خدا من مدتی زیاده از 20 سال بود که در این راه می رفتم، تجارت می کردم. کسی این غارتگران نبودن، کسی من به این حادثه مبتلا نشده بودم. این همه دعای شما بود و این همه اشک چشمان شما بود. ای مادر جان شیرین، من از شما عذر زیاد میخواهم به خاطر کاری کردم. میگوید نه قسم به خدا مادر. میگوید مادر هزار اگر فرزند قلب مادر را بشکند، مادر دل رحیم دارد، مادر دل مهربان دارد. میگوید دستان خود را برداشت و گفت پروردگارا، به سبب این دعای من فرزندم را شفای کامل عاجل نصیب روزی بگردان. میگوید بعد از دعای مادر چند روز و چند هفته ای که گذشت، میگوید دستان پسر میگوید باز به حرکت در آمدند و باز شفای کامل الله براش نصیب روزی کردند. بله دوستان عزیزم، چنانه که از قصه برداشتیم، یک دعای پدر و مادر، شکستن قلب مادر این فرزند را به چه کارا دچار ساخت. دعا میکنیم که پروردگار هر شخصانی که در غریبی هستند به نزد پدر و مادر برگشتن را براشان نصیب و روزی بگردان. و اینچنین مادرانی که در غریبی هستند و فرزندانشون در وطن عزیز مانده است، پروردگار آنها را به نزد فرزندانشون برگشتن نصیب روزی بگردان. اینک رسیدیم به پایان قصه دیگر. با شما بودم بنده عبدالله، یکایک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. خدایا مددگار ما و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. من آمدم به ده نمی نمایی مادر، دروازه را کشاده نمی برای مادر. من آمدم به ده نمی نمایی مادر، دروازه را کشاده نمی برای مادر. چشمانی انتظارم هر سو تو را بیابد، چشمانی انتظارم هر سو تو را بیکابد. ای نوری هر تو دیده تو در کجایی مادر، ای نوری هر تو دیده تو در کجایی مادر. در باغ و روی حولی نقشی تو را نبینم، در باغ و روی حولی نقشی تو را نبینم. پزمانی با ترانه نم سرای مادر، پزمانی با ترانه نم سرای مادر. دو دستی خود کشاده سویم نم شتابی، دو دستی خود کشاده سویم نم شتابی. آغوش را بخنده نمی کشایی مادر، آغوش را بخنده نمی کشایی مادر. با مهری مادرانه جانم فدا نگویی، با مهری مادرانه جانم فدا نگویی. غمهای و درد سینه نمی زدای مادر، غمهای و درد سینه نمی زدای مادر. درد سکوتی حولی بر یاد می رساند، درد سکوتی حولی
بر یاد میرساند باری دیگر دوباره نمی بیایی مادر باری دیگر دوباره نمی بیایی مادر